سلام علیکم همداران عزیز. از گروه انگور و باقیم این بیگاه پنجمی آگوست سال 2025 می باشد. قرار دارم در خانه خودم امروز از دهه سرطاق اسکندر نزدیک اسکندرکول درای اسکندرکول بهروز اصل پرور با من اصل روان کرده گفت که از سنجش گذارونم یعنی چشیده بینم با باهاتیم انا اصل رو دیدیم البته من سنجیدم مالکه یا کشوخ خطی چشیدم این رنگ اصل من اصل رو یک من اصلش ببینید اصل رو انا رو بردارم می بله خیلی بس نه من اصل رو ما زیاده از 1 متر برداشته پویان کردیم اصل کنده نشد حاضر با میچشم بسم الله الرحمن الرحیم من طرف خوجان وقتی میرم و هرم بوی یک گل در دماغم میزند انا همون گل انا همینجا مزهش هست من گل اصل بود نه برای که من گذاشتم گفتم بوکشتم گفتم اوه بوی اصله بوی اصل در داره یعنی که همون گل بوی همین اصل رو دارد همین اصل بوی همون گل رو دارد یعنی چی گفتنی هستم اصل تازه بو هم قدر میشود از این زیاد نمیشود من رنگش هم بهترین اکنون چه قید کردن هستم من که بهروز سالی گذاشته و من اصل روان کردگی بود اصلش سیب سیاه بود و من پرسان شدم که بهروز برای چی اصل تو سیاه هست بهروز با من جواب داد انا این دفعه سرخ است بینید بهروز با من جواب داد که اکا در کوهستان گل‌های هستند که یک سال میشکوفن یعنی که میرویند یک سال نمیرویند همون سالی که همون گلی که اصل سیاه میتید که شکوف و زنبور از وی اصل از وی گل شهد و شکرش رو گرفته آورد اصل سیاه شدنش ممکن در حقیقت سیاه بود این دفعه رنگش دیگر یعنی که همون زنبور در همون موقع در همون موضع اصلش رو این دفعه دیگر رنگ داده است و به نهایت بامزه است چیزی که خیلی کردم بوی همون گلی که من در راه حس میکردم همون بوی رو در این اصل دیدم بوی همون گلی که گیاهی که همداران عزیز اصلی که در کوه میشود همش تازه است چون که زنبور رو که کوه بردید وای فکر میکنم شکر رو ممکن نگاه نکند و رفته گل بوی کشیده جمع کرده بیارد من اصلی اکای رستم که من از خوجه سنخاک آوردم پروفسورهای بالای دیوان گفتگی بودن که سیوق است و چکیدنش ساز نیست و من این رو از دهن این چکاندم از دهن این قواس ریختم 1 متر برون من این قاشق چختی میگیریم من اینم نمیچکد من چون قواس شده است که اینم نمیکند چون قواس شده است که اکنون پروفسورهای بالای دیوان نمیدونم چی میگن سیوق گفتن این اصل خوب نیست چون که سیوق است و چه سیوق است این قواس شده است در 15 روز نمیدونید قواس شد رنگش هم گفتن که این اصل تازه نیست چون که رنگش اوخی نخواه شما در همین اینترنت دیده از رنگ همین معلوم کنید که این تازه است یا تازه نیست التماس همین اصل پروروی حقیقی باهاتیت پروفسورهای بالای کشپالوی دیوان نه من همداران عزیز ما بهروز رو رقم تلفنش رو بالای نوار میمونم بالای سرلوحه میمونم میتونید درخواست کنید من کفالت میتونم که اصلی بومزهی بوی گل میکردگی است بوی همون گلی که در راه من حس میکردم من همداران عزیز این بود یک توصیفی اصلی برای اسکندرکول قشتاقی چی گفتم نامش رو سریع
همونده ایادم برآمد. آنم بیرون عزیز مرامد. مراجعت کنید به بهروز اصلش رو خریداری کنید. اصلش با ما هم 100 سومونی بودگیست. 1 کیلوگرمش. آن هم بیرون عزیز در پناه خود باشید.